ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. امام بزرگوار اهل سنت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه می فرماید: علیک بالاثر و طریق السلف و ایاک و کل محدثه فانها بدعه. باید به آثار رسول گرامی اسلام و به آثار صحابه رسول الله چنگ بزنیم. ارشاد امام بزرگوار امام یک مذهب از مذاهب چهارگانه هست. اون کسانی که امروز دست به سینه میزنن و خودشونو نسبت میدهن به فقه امام ابو حنیفه، این سفارشات و این ارشادات این امام بزرگوار رو در میدان عمل باید پیاده بکنند. علیک بالاثر و طریق السلف. شما رو سفارش میکنم، میفرماید که راه و روش صحابه رسول الله رو در پیش بگیرید، آثار پیامبر رو در پیش بگیرید، اهل اثر و اهل حدیث رسول الله بشید و طریق السلف و راه و روش سلف این امت رو در پیش بگیرید. خودتونو منتسب بکنید به آثار صحابه، به احادیث رسول الله و به راه و روش سلف این امت. و ایاک و کل محدثه، از هر نوآوری در دین بپرهیزید، زیرا هر نوآوری در دین فانها بدعه. هر نوآوری در دین بدعت هست. عزیزان محترم، باید راه رسول گرامی اسلام و راه و آثار صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و منهج و طریق سلف اون امتو در پیش بگیریم اگر طالب نجات هستیم. لیث ابن سعد یکی از بزرگان و سلف میگفت که لو رأیت اصحاب بدعت یمشی علی الماء ما قبلته. اگر من ببینم یک صاحب بدعتی رو، یک بدعت گذاری رو، یک مسلمان بدعتی رو اگر من ببینم که با دو پایش روی دریا حرکت میکنه، من قبول نمی کنم که اون ولی هست، اون بزرگ هست. امروز معیار تشخیص ولی الله از ولی الشیطان نزد ما عزیزان من یه معیار درستی نیست. من در درس عقیده خودم خدمت شما عزیزان معیار درست و در شناخت اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان و خدمت شما عرض کردم. اگر ببینید یک مسلمان ادعای ولی بودن داره، بر روی آب دریا قدم میزنه، اگر یک بدعت در دینش داشته باشه اون ولی نیست. لیث ابن سعد میفرماد که من ولی بودن اونو قبول ندارم. این حرف لیث ابن سعد به امام حدیث و فقه و امام اهل سنت امام شافعی رسید. به او گفتن که لیث ابن سعد چنین صحبتی داره. ایشون گفتن که هیچ چیزی رو اشتباه نگفته در این صحبتش. و من میگویم لو رأیته یمشی علی الهوا ما قبلته. اگر من شافعی یک مسلمان بدعتی رو ببینم که در هوا پرواز میکنه، بدون وسایل در هوا پرواز میکنه، باز هم من اونو قبول ندارم. اون ولی الرحمن نیست. به خاطر اینکه با بدعت انجام دادن عزیزان محترم انسان به درجه اولیاء الرحمانی نخواهد رسید.